خبرهای اقتصادی امروز 18 نوامبر در پیام تیوی. وزارت اداره‌های تاجیکستان برای اجرای سریوقتی بودجه دولتی کارهای معین را انجام داده به نتیجه‌های مثبت رسیده‌اند. رئیس کمیته مجلس نمایندگان در امور اقتصاد و مالیه محمد علی قربانزاده ضمن محاکمه پارلمانی گفته که مثبت جنبست گردیدن نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی کشور امکان دادند که نشان دهنده‌های فیسکالی از جمله درآمد، خراجات و کسری بودجه نیز در سطح معتدل نگاه داشته شوند. به گفته وی در دوره حسابات اجرای نقشه قسم درآمد بودجه دولتی از حساب همه سرچشمه‌های واردات در سطح 103.2% نقشه تامین گردیده است. آقای قربانزاده علاوه کرده که به بودجه دولتی 24 میلیارد و 300 میلیون سامانی درآمد وارد شده است. بر زیادی واردات مبلغ‌ها نسبت به نقشه تصدیق شده 757 میلیون 400 هزار سامانی را تشکیل داده است. در شهر سمرقند ازبکستان میان تاجیکستان و اتحاد اروپا سازشنامه عاید به آغاز روند جدا کردن قرض به مبلغ 29 میلیون یورو برای دستگیری ساحه انرژتیک و تامین دهات با آب نوشاکی به امضا رسید. سازشنامه عاید به آغاز روند جدا کردن قرض را امروز 18 نوامبر در حاشیه کنفرانس رابطه استوار انرژتیکی در آسیای مرکزی که در شهر سمرقند می‌گذرد، دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان و مریت یاگر معاون دیرکتور گنرالی عاید به شریکی بین المللی کمیسیون اروپا امضا کردند. طبق این برنامه اتحادیه اروپا برای دستگیری انرژتیکی استوار 15 میلیون یورو و برای تامین دهات با آب نوشاکی و بهداشت 14 میلیون یورو به تاجیکستان مبلغ می‌دهد. اداره‌های خواجگی منزلی و کمونالی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان برای اجرای کاری با صفت کارخانه‌ها و سر وقت برآوردن پرتاب‌ها از مرکزهای شهر و ناحیه‌ها به 500 عدد تکنیکی مخصوص گردانیده شده نیاز دارند. نورالله عبدالرحیم‌زاده سردار نمایندگی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در ولایت ختلان به خبرگزاری از پلیس گفته است در 6 ماه اخیر کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی برای کارخانه های ولایت ختلان به مبلغ 850 هزار سامانی 12 عدد تکنیک خریداری کرده است. تکنیک هایی که امروز در اختیار این کارخانه هست اکثرش از سالهای شوروی باقی مانده کهنه فرسوده شده اند. تا امروز در اختیار کارخانه های منزلی و کمونالی شهر و نواحی ولایت 237 عدد تکنیک موجودند. از این 137 عدد در حالت کاری بوده، 100 عدد دیگر کار ناشایم و تعمیر طلب می باشند. به گفته عبدالرحیم‌زاده تکنیک های خریده شده نیز استحصال زمان شوروی هستند. بر اساس قرار مقامات جمهوری باشقردستان روسیه ارزش پتنت کاری برای مهاجران در سال 2023 در این جمهوری افزایش خواهد یافت. طور نشریه کامرسانت اطلاع می‌دهد وکیلان مجلس دولتی باشقردستان علیه به قانون درباره مقرر نمودن شاخصی که خصوصیت منطقوی بازار مهنت را انعکاس می‌کند تغییرات وارد کردند که به ارزش پتنت برای مهاجران دخل دارد. طبق تغییرات نرخ پتنت در سال 2023 از 4400 روبل به 4700 روبل افزایش خواهد یافت. به گفته معاون وزیر عائله مهنت و حفظ اجتماعی اهالی باشقردستان آلگا کابانووا این اقدام حفظ شهروندان روسیه در بازار مهنت با از بین بردن امکان استفاده نیروی کاری ارزانتر را تامین می‌کند. این در حالی است که قبلا بر اساس قرار مقامات ولایت پرم ارزش پتنت کار برای مهاجران از سال 2023 حدود 15% بالا رفت. اخیراً شهردار مسکو سرگئی سابیانین نیز ارزش پتنت را برای مهاجران کاری در سال 2023 تصدیق کرد. بر اساس قرار شهرداری سال آینده مهاجران را ضرور می آید برای پتنت ماه 6600 روبل پرداخت کنند. نرخ ارز بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 18 نوامبر اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 16 سامانه و 40 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1021 سامانه و 8 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1052 سامانه و 84 درم نشان داده است. نرخ طلا بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1761 دلار و 94 سنت معامله شد. نرخ نفت خام
نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های لندن $89.70 معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک $82.11 معامله شد.